تخم مرغ این وعده ساده و ارزون چی داره که همه ورزشکارا رو توی رژیم غذاییشون استفاده میکنن و پروتئینش با مواد غذایی دیگه قابل مقایسه. منبع پروتئین قوی غذاییه که 9 اسید آمینه ضروری بدن رو داره، همون چیزایی که بدن برای عضله سازی، ترمیم بافت و ریکاوری نیاز داره. گزینه دوم جذب بالا. پروتئین تخم مرغ جزء معدود پروتئین هاییه که جذب کامل داره، یعنی چربی مفید و ویتامین های حیاتی. برخلاف باور خیلی ها که میگن زردی تخم مرغ کلسترول بالا داره و مصرفش میتونه چربی بدن رو بیشتر کنه، باید بهتون بگم که اتفاقا علاوه بر ویتامین های B12، دی، کلین و آنتی اکسیدان ها که میتونن از قلب، مغز و حتی چشمتون مراقبت کنن و برای پوست بسیار مفیده، میتونه متابولیسم شما رو هم تا درصد زیادی بالا ببره. چرا؟ چون حفظ عضله و چربی سوزی با پروتئین بالا و چربی مفیدش اتفاق میفته. شما قند خونتون کنترل میشه، احساس سیری طولانی مدت به شما بده. این جلوی پرخوری و افزایش اشتها رو میگیره. عضله شما رو در دوران کاهش وزنتون حفظ میکنه. تخم مرغ یه وعده راحت، ارزون و سریعه. بهترین انتخاب برای صبحونه یا قبل و بعد از تمرینتونه. پختش راحته، زمان شما رو نمیگیره. کریس بامستد، قهرمان مستر المپیا اگر بشناسید، کریستیانو رونالدو که همه میشناسید، همچنان توی روتین غذاییشون، توی رژیم هاشون از تخم مرغ استفاده میکنن و خیلی از فوتبالیست ها. میخوام از منبع قوی پروتئینش و از ارزش غذایی بالای این وعده راحت و ارزون بهتون بگم که دست کم نگیریدش. حتما توی روتینتون بذارید و به زمان پختش دقت کنید. اگر خیلی دوستش ندارید، بدونید که توی مرحله های پخت مختلف کیفیت بافتش میتونه تغییر بکنه و حتی میتونه بوی زوم یا بدی براتون داشته باشه. پس زمان بندیش رو میتونید سرچ بکنید بسته به سلیقتون، چه میزان عسلی یا بافت نرمتر یا سفت‌تر دوست دارید رو طبق سلیقتون انجام بدید، طوری باشه که دوستش داشته باشید تا بتونید مصرف بکنید.